با سلام و آرزوی سلامتی خدمت تمام همراهان عزیز با ویدیوی دیگه از مجموعه ویدیوهای مهاجرت، ویزا، پناهندگی و فرصت‌های تحصیلی در خدمت شما عزیزان قرار دارم. در این ویدیو قصد دارم تا دو خبر جدید و بسیار عالی از دو پروگرام پذیرش پناهندگان و مهاجرین افغان توسط کشور آلمان با شما عزیزان صحبت کنم. خیلی از دوستان میگفتن که ما واجد شرایط هستیم ولی پروگرام جدیدی آلمان برای ما نداره. کشور آلمان دو پروگرام جدید معرفی کرده که من در این ویدیو این دو پروگرام رو به معرفی میگیرم. تا انتهای ویدیو همراه ما باشین. پروگرام اول توسط شهر برلین به نشر رسیده و همینطوری که در خبر میبینین این خبر مربوط به 15/12/2021 هست، یعنی روز گذشته. شهر برلین اعلام کرد که 500 پناهنده از افغانستان قبول میکنه. البته پذیرش این پناهنده ها در طی 5 سال است و در هر سال اینها 100 پناهنده را از داخل افغانستان و همچنین از کشورهای همسایه اینا قبول میکنه. شرطی که اینها برای پذیرش این پناهنده ها داره این است که اینها باید کارت پناهندگی را از دفتر سازمان ملل اینها دریافت کرده باشند. این شرطی است که برای از این پروگرام گذاشته شده و به طور گفته میتونم که سهمیه ای است که به UNHCR و یا سازمان ملل داده شده. این سهمیه که UNHCR و یا سازمان ملل اشخاصی را که واجد شرایط هستند به تازگی از افغانستان خارج شدن، اینها را ثبت کردند، از اینها مصاحبه گرفتن، به سفارت آلمان معرفی میکنه و با معرفی به سفارت آلمان اینها برای مصاحبه به سفارت آلمان رفته و در صورتی که سفارت آلمان نیز اینها رو واجد شرایط شناسایی کنه به آلمان اینها انتقال داده میشن. متن خبری هست که من در همین قسمت برای شما عزیزان به خوانش گرفتم. خب در همین خبر در مورد فامیلی ریونیفیکیشن و یا الحاق به فامیل در جرمنی نیز صحبت شده. من قبلا ویدیویی در مورد دعوت اعضای فامیل از جرمنی به آلمان صحبت کرده بودم. ایمیلی رو من به نشر رسانده بودم که لینک از همین ویدیو رو من در قسمت دیسکریپشن ویدیو میمانم. شما میتونید با کلیک بالای این لینک ویدیو رو مشاهده کنین که چگونه باید ایمیل ارسال کنین و چگونه اعضای فامیل خودتون رو به جرمنی دعوت کنین. البته یک پروگرام یا یک پروسه بسیار آسان است، به راحتی شما میتونین ایمیل ارسال کنین. در همین قسمت هم گفتن، در همین متن خبری گفته شده که شهر برلین پروسه ریونیفیکیشن برای فامیل هایی که در برلین زندگی میکنن و مایل هستن تا اعضای فامیلشان از افغانستان به برلین بیارن تسهیل ساخته. تنها شما لازم است تا همین ایمیلی رو که من گفتم شما ارسال کنین و در همین ایمیل ذکر کنین که در کجا زندگی میکنین و کدام یک از اعضای فامیلتان شما میخواین به آلمان بیارین. البته در این قسمت تنها در مورد همسر و اطفال صحبت کرده، ولی در اون ایمیلی که من گفتم بعضی از اعضای فامیل دیگه، برای مثال مثل پدر و مادر، پدر کلان و مادر کلان و عمه، مامای، خاله و اعضای دیگه فامیل نیست شما میتونین به برلین دعوت کنین و یا به آلمان بخواین. خب این از پروگرام اول بود که البته این پروگرام کدام لینک خاصی نداره، کدام ایمیل خاصی نداره. چون این اشخاص از طرف سازمان ملل معرفی میشن. پروگرام دوم یک پروگرامی است که از طرف نهاد ZKM معرفی شده و این نهاد در روزهای گذشته اعلامیه ای را پخش کرد که در این اعلامیه بیان شده که از هنرمندان افغانی که جانشان در خطر است، دقیقاً در همین جا بیان شده The Human Rights Organization Artists at Risk published an urgent letter from Afghan artists and cultural workers to international governments at the beginning of December. در زمین اعلامیه‌ای که اینها به نشر سپردن بیان شده که افغان‌ها در ریسک خطر هستند. هنرمندان افغانی که از پروگرام قبلی جرمنی جای ماندن، اینها تاییدیه نگرفتن،
اینها میتونن برای پروگرام جدیدی که از طرف ZKM این پروگرام شروع شده، شما میتونین برای از همین پروگرام ثبت نام کنین. در همین قسمت نوشته The window is still open. Flights have resumed and continue to leave Afghanistan. Land borders are by no means hermetic and thousands have fled to neighboring countries. The problem is fundamentally different, that Western governments have stopped or stalled the issuing of visa. همین نهاد از هنرمندانی که تا هنوز تاییدیه دریافت نکردن خواهش کرده تا درخواستی های خودشان را ارسال کنن. اینکه شما چگونه میتونین درخواستی های خودتان ارسال کنین، یک ایمیلی هست که در همین اعلامیه همین ایمیل به نشر رسیده. نحوه تماس با از اینها از طریق از همین ایمیل هست retzer@zkm.de. شما تنها به از همین ایمیل مشخصات خودتان ارسال میکنین، اینکه در کدام گروه هنری قرار دارین، کدام کارهای هنری رو کردین، کدام فعالیت‌های هنری رو تا حالا داشتین. شما تمام از این موضوعات رو برای از اینها ارسال میکنین. اینها درخواستی شما رو بررسی میکنن و به همین ایمیلی که شما برای از اینها ارسال کردین، اینها با شما به تماس میشن و جواب درخواستی شما رو در صورتی که قبول شده باشین تایید کرده و شما رو به سفارت آلمان معرفی کرده و به زودی شما رو از افغانستان خارج میسازن. این بود 2 پروگرام جدید دولت جرمنی. امیدوارم که اشخاصی که واجد شرایط هستن از این 2 پروگرام مستفید شوند. من لینک پیوستن به فامیل در جرمنی را، لینک و مو ویدیو را همراه با از همین ایمیل آدرسی که برای مؤسسه ZKM هست در قسمت دیسکریپشن ویدیو میمانم. شما میتونین از هر کدام از همین رفرنس ها و لینک هایی که من قرار میدم مستفید شوین و جان خودتان و اعضای فامیل خودتان رو نجات بدین. در صورتی که مایل هستین از اخبار جدید مهاجرت، ویزا، فرصت های پناهندگی، جدیدترین فرصت های پناهندگی رو من در همین کانال یوتیوب مدابس آپلود میکنم. شما میتونین سریعتر از دیگرها از این فرصت های پناهندگی آگاه شوین. تفاوتی که بین کانال یوتیوب و نهادهای خبری دیگه وجود داره، نهادهای خبری تنها اخبار رو پخش میکنن. مدابس سعی میکنه تا در کنار پخش اخبار لینک ها، فرم ها و ایمیل هایی که برای ثبت نام از همین فرصت ها وجود داره، این لینک ها، فرم ها و ایمیل ها رو نیز پخش کنه تا در کنار از این که شما از این خبرها آگاه میشین، از این فرصت ها نیز مستفید شوین. پس در صورتی که مایل هستین تا از این فرصت ها مستفید شوین، شما میتونین کانال یوتیوب مدابس سابسکرایب کنین تا از اخبار جدید و فرصت های جدید مستفید شوین. از اینکه تا این قسمت ویدیو همراه ما بودین جهان سپاس. از اینکه کامنت های دلگرم کننده و ساپورت کننده برای از من می‌نویسین، جهان سپاس. شما تا ویدیوهای بعدی به خداوند بزرگ می‌سپارم. با تشکر از توجه شما عزیزان.